همین خونه‌هامون بگیرم. السلام علیکم همدیاران عزیز. خدا امر درست بتیاب خدا من خیرت و قبول کنه. خداوند کریم یک خیرت و ممنون کنه. دمام حالت مداد است کم دمام هنده همین خونه را خیلی پرتوه بگی یا که نه به خونه را من میفروشم. این خونه چند حجره خدا؟ 3 حجره همیگه. توالت بانی همانیش همه درونشان 400 زمینه. پادلی سکنه کدام که کانال داره در یوتیوب در کدام ویدیو باشه؟ هر روز خیلی مکیسان چکو کنیم من خیلی مجبوری چکو. هیا 27,000 سامان در کاره که همون خونه را خشم و یردم ممکنه که امین کشایش کارتوبتیه برای کارتوب خداوند کریم فرزندان تو کنه امر درست تو بچه پروردگار کریم رهای دورین در بچه ها نگهدار تو باشه پروردگار همه بلا آفت ها نگهدار تو باشه پروردگار کریم در های سفر نگهدار تو باشه خدای جونشین رحم من خورده خداوند رحم شما را بخره شما ایم شما. السلام علیکم همدیاران عزیز، خوش آمدید به کانال کوکتور سوشال. پادپیس لایک اجازه خدمتتون فراموش نکنید. دستگیری شما پیش روی ما است. همین ما را کسانی که تماشا رو دستگیر کرد رحمت پیشکه شما در رحمت میگوییم. اینجا در میبروی پادپیس است لایک میکنید و توگمه زنگوله چرا پخش کنید و کدام که همون خیر کردنتونه همین وایرا ویدیو را و پادلی سکنه و هم کانالوی خودشون کدام کانالشون در وای رکلام باشه همون را رکلام کنه کمتر خیر کنه خیر حساب میشه انشالله. پادلی سکنه کدام که کانال داره در یوتیوب در کدام ویدیو باشه. سلام علیکم بچه های شهر دور خدا عمر دراز توبتیاو خدا من برکت توبتیاو همون شما جمع کردی شما را 17,000 شده یک خونه را یافتم گرفتیم 145 تا میگم تو خیلی حوضی 17,000 دارم خیلی باقی مونده پلش خیلی اگانشم خیر کردم خونه را بگیرم 27.5 تا پول در کوره 27.5 تا 127,000 سومون در کوره شما دا 127,000 سامان در کوره که همون خونه را خشم و یردم ممکنه که تا 2 ماه مهلتم داده است که تا می 2 ماه تغری کنه مامورا بیاره خاک من که دیگه آدم میگه ندارم که من یردم ممکنه بیغزش موش که گه یردم نمینه یگون بچه ندارم شوهر ندارم خواهش ما خواهش دارم که بچه های شهر دور خدا امر دراز توبتیاو خدا من خیرت و قبول کنه خداوند کریم یک خیرت و ممنون کنه. یگان سو پرده همین خونه را من بگیرم اشما خواهی دارم که یگان سو پرده من همین خونه را بگیرم دمام حالت مداد است کم دمام هنده همین خونه را خیلی پرتوه بگی یا که نه به خونه را من میفروشم من گه پل ندارم که بگیرم اشما خواهی دارم که شما یارده ممکن که همین خونه را بگیرم. این خونه چند حجره خدا؟ 3 حجره همیگه. توالت بانی همانیش همه درونشان 400 زمینه. خیلی بس خدا جونشین هم بچه اپل پرتوان که امیره بگیرم مایل ادنسانی باشه مایل میشوه هم یک خونه بگیریم که همه خدمه باشه هر روز خیلی مکیسان چکو کنیم من خیلی مجبوری چکو خاک ما خواهش دارم بچه ها جو که یاردم ممکنه که همین خونه را بگیریم که دیگه نمیتون Ako rahatuji ako rasa tahoyo ako mo koydum ki yakon sun parto rahmat sun borte دقیقه پر پرتوام میخونم خیر تو خیر قیمت شوا سلام علیکم اکا عزیز اکا تغییر از راستی
بازم که اشما سالی یکم پولم پارتا سالی یک ماشین این خونه شما دا معقوله؟ شما خالا جان یاد دو تنکی و قدر همه دا قدر امکان یاد دوی شروع تنکی انشاءالله خداوند خودش بخشنده است خداوند خودش از اون کس سرگوی میکنه این خونه رو خریدن میکنه از اون کس سرگوی میکنه انشاءالله شما یاد دوی خوش شروع تن به حق همه تا پیش کار کرده اپراتورو همه شد دو تن انشاءالله آمین کشایش کارتوبتیه برای کارتوب خداوند کریم فرزندان تو کنه امر دراز تو بچه پروردگار کریم رهای دورین در بچه ها نگهدار تو باشه و پروردگار همه بلا و افتا نگهدار تو باشه و پروردگار کریم در های سفر نگهدار تو باشه و خدای جونشین رحم من خوده خداوند رحم شما را بخره شما طلب دارم که یگان شما یاردم ممکنه که همه خونه را بگیرم که پروردگار امر دراز تو بچه و خدای جونشین به فرزندات و بچه دار کنه و پروردگار به زنات و زندار کنه و کسالات و پروردگار سعادت کنه و خدای جونشین شفا تو بتیه و پروردگار برای کار تو بتیه و خداوند کریم در همون شهرهای غریبی نگهدار تو باشه و سفرات تو به خطر شوه خودجای خیدر پیش باشه و پروردگار چی مراد میخواه مرادات و حاصل کنه خیر رحمت کنه بچه های جون خدا امر دراز پیا رستم پروردگار کی سه باشید میآید منم میآید گفتنی میآید سه بار چهار باشید میآید میخیزم میآید برای ما خیر خدا پروردگار کریم تنش سعادت کنه و خدا جونشین بختش بتیه و پروردگار بچه دارش کنه و دختر دارش کنه و خونه دارش کنه پروردگار از کمبودی را نبینه رحم ما را خود است خدا من رحم امی را بخره و خیر که بچه های جونی شما هم در رحم من بخره که یگان سوم یاردم ممکنه که همین خونه را بگیرم یک دو ماه مهلتم داده است آخی سوم داریم سوم کمتره که همون یگان سوم گه یاردم ممکنه که همین خونه را بگیریم پروردگار اشما امر درست بتیه و اشما هم طلب دارم که خداوند کریم همین یگان سوم یاردم ممکنه که همین خونه را بگیرم ولی 3 ماه هم مهلت 2 ماه هم مهلت داده است که تا 2 ماه هم میتونی خیر بتی نمیتونی میگه جور خالی که نمیدونم که خیر کو ببینیم خدای جونشین شما را امر دراز بتیه و پروردگار کریم یا خیر کنه که همه خونه را بگیرم یا حیات زنده هم حق شما دعا گم خداوند کریم شما را نگهدار باشه پروردگار خیر و کاگیت و بدرگاش قبول کنم خداوند کریم خیر کاگیت و خیر قیامت شوا پروردگار کریم همه غم ما را خورده پروردگار کدمه که باشی خداوند کریم غم شما را بخره پروردگار کجا ده نگاه میکنه شهر بختر قشلاق ینگ پرغونه هست نزدیک جو بانیسان نزدیک بانیسه قرابولو هست پیش بانیسه قرابولو ده همجا زمینی های خیلی خونه کردن همجا میفروشن همجا اومدیم یک خونه را دیدم روستم گو یکم جو بیا اومدم همه خونه را دیدم خیلی نسانی باشه محلی هم یک خونه هم باشه خدمت باشه که در اون خونه جای خدم دون مزار رو دادم نمیشید هر روز میگفتن که درون مزار ببرو برا خیلی چند بار دیدم در کانالو دیدیم که در درون مزار بدم مازی همه خونه را این بچه اومد میگم که همه خونه را خیلی بردم ممکنه که همه خونه را بگیرم ای درون مزار ببرم بیام که در خونه در درون مزار نمیشه اصلا نیست هر روز میان میگن که ببرو برا ولی 3 ماه مهلتم دادن در درون مزار 3 ماه مهلت داد شما در درون مزار ببرو گفته گفتن که ببرو برا می تو ما ایولا نبیسته همیشه ما نبینیم ما ایون نبیسته کی گفت شما دا؟ اک نمیدونم 2-3 کارگر اومدن نمیدونم ما اگه جو بودن هم گفتن که ببرو برا نمیدونم گفتم خیلی جای رفتن ندارم گو جای رفتن داری نداری خیلی ما روزه که اومدیم لاک پاک میگیریم بیرون در نمیدونم کی بودن منم 3-4 مردک پسام بودن نمیدونم کی بودن ما هیچی نگفتن که در جویم گفتن که خونه خود اومده یکم چه دستور نشون داد هیچی ندادم گفتم که اگه گفت ما خود ما معرفی نمینیم هم گفتیم با ما ایولا خونه را خالی گفتم خیلی جا ندارم یا جام توقی کنه گفتن که ما چرا جا توقی کار نمیتونیم گفتن در درون مزار ممکن نیست شما خیلی در درون مزار ممکن نیست من مجبورم هم ایستادم چیکار کنم اگر مجبور که نباشم در درون مزار نمیام پیش مزار در خونه هم هست که بغیر از اونجا اون را میگه که قلاوری مزار است میگه میستینم تاریخ خونه های فسان میکنی در اینجا نمیستی اون یک خونه قلاوری مزار میسته میگه در اینجا مینای مزار حق نداره که بیستی
یا دو سه خونه دیگه هسته که اونجا بوده بفید نه مگزین های چیه دیگه خونه نیست آه. هم یک خونه سره میگه 4 ساتی زمین حق داره برای پلوری مردم این خونه شما میگه ای قانون بیرون است اگه نمیدونم کی بود کی گفت برو رئیس محلتون چی میگه؟ رئیس محله میگه خاکی هم بالا چیزی که گفتن هم گپایم من چی گفتن نمیتونم خاکی در بالای من آدم من چخیل گپ میزنم من چی گفتن نمیتونم جدا اینجا شرایط سوز بوده این خونتون اگر خیر کنیمش پچلکا برواردگی بوده است مایلی چخیل باشه کمی یک خونه هم اخیدت که باشه مایلی گفتی غلمیا که در سر سنگ باشی و اخیدت باشه یک خونه سگ داشته باشی اخیدت داشته باشی اخیدت که نباشی اخی یک خونه داشته می بچه جو هم بانیار بود هم گاز خونه بود هم جای خوراوی بود گفتم که یک انا الو خونه گاز خونه کنم میگن که ممکن نیست تو حق نداری الو خونه گاز خونه کنی یک چند خدا اونجا بیستم خیلی خیر انشالله خدا خودش میتونه بچه ها خدا میشین اکرام بچه ها را چکنه همه درستی خیلی که خرح میشو میخره خیر مینه همه خونه را میگیریم نصیب کنه انشالله الو برادرای عزیز همین خونه خریداری کردسته چون نمیدونم چند تا میگه بچه بچورم خشم قتیجه بودم زنه بگو که یه چه پاس داری خونه بو نستوی هستی خیر خوی ما که برای یه یوردم کن خیلی شمونه قشلو تا بود همین خونه قبول شما علی بود ما با خودم وای کردنی اومدیم همین بیرونی خونه حولیه همون نزدی همون حولیه ما آماده بودیم همین حولی را نشان کنیم شما در راه نشون دیم همین راه کروچی راه رو بدونین اگر کدوم که باور نکنه همینجا بیاید بینا با تلفن نمره رو هم میمونیم ان شاء الله همشه